میخوایم تیرامیسو درست کنیم با لیدی فینگرای آماده بیرون. البته تنها کاری که میکنیم ما برای درست کردن لیدی فینگر نسکافه گلد استفاده کنید که اصل طعم خیلی فوق العاده ای داره. من تقریبا 2 قاشق از نسکافه گلد رو با 2 قاشق غذاخوری آب جوش ترکیب میکنم. هم میزنید تا یک دست شه. خامه رو فرم میدیم. کاملا فرم گرفته، رده برای همزن روی خامه مونده و دور تا دور رو نگاه کنید پرت شده خامه به دیواره ظرفمون. براقیت خامه از بین رفت و کاملا خامه مات و فرم پذیری بسیار عالی داره. حالا پنیر خامه ای رو باز کنید، داخل ظرف جدا فرمش بدید. اینجا دیگه به ذائقه مشتریتون بستگی داره و یا خودتون که میخواید میل کنید. بعضی طعم پنیر خامه ای رو دوست دارن مثل من، بعضی هم دوست دارن شیرینیش بیشتر باشه. من چون از خامه استفاده کردم دیگه پودر قند اضافه نمی کنم. پنیر خامه ای رو فرم میدم. شما اگر خواستید شیرین تر باشه و یا از خامه کمتری خواستید استفاده کنید به نسبت یک مقدار که هم زدید و یک دست شد پودر قند رو بهش اضافه کنید. پنیر خامه ای رو که فرم دادم به خامه اضافهش میکنم در حد 1 دور هم زدن که با هم مخلوط شن. یه ترکیب پنیری فوق العاده عالی با فرم پذیری خیلی خوبی داریم. خب حالا کرم پنیری رو که بهش نسکافه ترکیب کردم داخل قیف می‌ریزم. چند تا ضربه بزنید تا کاملا مواد بره پایین. برای اینکه لیدی فینگرها رو بخوایم مرطوبشون کنیم آبو بریزید داخل ظرف، بهش نسکافه ای که رقیق کردید رو اضافه کنید. حالا با کرم پنیری روش رو میپوشونم. حالا اینجا با پودر قهوه روشو علک کنید. بعد اینکه کرم پنیری رو پایپ کردید از قهوه استفاده کنید و لایه بیسکویت لیدی فینگر رو بدید. اینم از تیرامیسو که آماده و به این زیبایی پخش شد.